خوشبخت تویی که دری دل بکشایی، خوشبخت تویی که دری دل بکشایی، بر دوستی جان به جان و به همتایی. السلام علیکم همدیران عزیز بینندگان محترم، برنامه نوبتی ادبی موسیقی شام سمرقند را آغاز می‌نماییم. اگر شمایان تماشابینان نکته سرش در خاطر داشته باشد، یک چند سال مقدم ما همراهی گروه پیروان اندی که در سمرقند فعالیت می‌رانند برنامه یک جالب دقت را آماده نموده پیشکشتان کرده بودیم و ما امروز خیلی هم خرسندیم که ایجادکاران همین گروه باز پیشنهاد ما را رد نکرده مهمانی نوبتی برنامه ما شده. امروز سوال‌ها هر گونه میشوند، هر خیل میشوند و ما حالا حاضر من صاحب الله یکی از حدیثان را خیر مقدم نموده با سوال نو انعنوی مراجعت کردن هستیم. در دنیا طعام‌ها خیلی هم بسیارند. طعام از همه دوست داشته شما کدام است؟ سلام علیکم که تماشاگران عزیز، ما خیلی هم خرسندیم در اینجا که در همین برنامه اشتراک کرده ایستادیم. به افتخار شما از طعام‌های ملی حرکت میکنیم به شما تیار کردن. ما که اون دفعه از طعام‌های ملی که آش پخته بودیم، همین دفعه یک حرکت میکنیم که با شما با همراه شما یک منتو تیار کنیم. بله. امید میکنیم که اون دفعه من در پهلویشان همسرشان در همانجا بودن، یاری رسانده بودن، ولی امروز این کس یک خودشان هستند. کنی میبینیم کنی چگونه این طعام میبراید، خوشخور با لذت یا اینکه دیگر خیل با طور سمرقندی یا اینکه بخارایی حرکت میکنید؟ اکنون بخارای سمرقند قطعی سر می‌کنیم. بسیار خوب. برای این در اینجا شما چی ها رو تیار کرده؟ چی ها؟ در اینجا دو تخم، گوشت، آرد، نمک، اینجا پریپراوه، روغن، آب، سالکه گرمتر. برای منطقه خوشخور شدن چی کردن در کار به فکر شما؟ در هر یک تمام مهر مهارت در کار ما حرکت میکنیم با خانم با این چیز تیار کنیم. اولین از طبق شکر سر میکنیم. دو تخم. تماشاگران با دقت تماشا کنید کنی صنعتکار چگونه طعام منتو را تیار میکنند. کن نمک، اکنون که آمیخته میکنیم. چه خیلی بود از خمیر کردن؟ یه ببشی زور. آواز شما زیصد جهان میشنوم، با گوش دل و با گوش جان میشنوم. آواز شما گر ز باغ گل آید، از بین صدای بلبلان میشنوم. یک دو قطار از شعر میخونید یگانتر در جریان من تیار کردن از شعرهای خودم تقدیم کنم میبشیم. بسیار خوب میشد. من مرد سیاه وقت زبونم، اسیری در به در از آشیانم، برای ملهمی زندان دنیا منم قشنگ ترین تنها ترینم. دل من خون شد از دست تو رنجی تو رنجی، زمونه پر شد از دلهای سنگی سنگی. دل من خون شد از دست دو رنجی دو رنجی، زمونه پر شد از دلهای سنگی سنگی. من دیده ایستادم که در خمیرکنی هم بسیار هم مهارت زیبا داشته بودید. بسیار خوب. در خانه با همسرتون یاری میرسونید وقتی خمیر کردن طعام پختن؟ اکنون در خانه که همسرمون نشودن که ما حرکت میکنیم خود ما طعام تیار کردن. ها تماشاگران عزیز، تیار کردن طعام آنقدر آسان نبودنش رو من باز یک بار دیگر قهرمان امروزه ما فهمیدن. اکنون باشد به جریان دیگر میگذاریم. اکنون ما چی رو تیار میکنیم؟ کلچه ها بسیار عجیب برآمدن. مونده نشده؟ نه توزیع ضعیفاتی است. طوری میبینید بسیار عالی جناب برآمد تماشاگران عزیز. کلچه هایی که دیده ایستاده چه خیلی؟ این خمیر ما کمتر دماشه گیرد، ما نوبتی در گوش میتیم. ما کمی توقف نمودیم تا تیار شدن خمیر کلچه‌ای که در آنجا صاحب علی سلیستی گروه تیار کرده ایستاده بودن. ما آمدیم به جانب دیگر، چون که در اینجا حمیدوف امیدکه با تیار کردن من همین گونه یک شکل عجایب میوه ها تیار دیده ایستادن. پیرامید نام دارد، یعنی سه کنجه تیار کرده شده از میوه ها. امیدکه همراهی صاحب علی با راهبری اکای دلشاد مختاروف در یکی از رستوران ها طربخانه های مشهور جمهوری ازبکستان سمرقند با نام رئیس که اوگالوگ در آنجا همیشه مهنت میکنند و برای قبول کردن همه میجازان که میخواهند به آنجا روند از طعام ها و از من همین گونه میوه های بسیار هم خوشخور و با لذت بهره مند باشند برای خدمت همیشه آماده‌اند و امید داریم که در برنامه نوبتی طرز چگونه تیار کردن آن را ما به شما حواله میکنیم. با ما
бошед барномаи мо идома дорад. Акнун биёед мо боз ба назди соҳибалӣ мерем. Ку бубинем кани хамирашон расидааст. گوشت رو تیار کرده ایستادن یا اینکه نه؟ تو ماه آسمونی در شب تارم، وقتی که شب سیاهه من تو رو دارم، تو تک ستارم تا که میای میپیچه. این خانم شاولو نیستن؟ خانم شاولو در بیجون کس با ما کمک میکردن کنی؟ گریخته رفتن یکدن؟ این گوشت ما هم خود معتق کردیم خانم شاولو با نمیدونم گریختن گز یکدن. خوازی میریم از بالی گوشت پیوز اکن اساسیش نمک. اکن من با یک خانم شاولو یک کوبا مکن این بیرونگاه برورم به خانم چی خیلی میشه همیشه کنیم. خانم شاولو کنی شما یک بیت کنی؟ کنی پاوروی ما نیستا؟ او اردوی سفید که بینن این گوشتو تیار بود است این کستوموی سیاه سفید نشود استه انا اینجا تیار افرد بود است کوری کلو انا سفید نمیشود آز مزه گوشت این بینیم چطور؟ دیجا باشن اینو؟ نیستا؟ نمکش بینیم کنی؟ صاحبالی کنی شما؟ صاحبالی چرا اینا من به تلفن کرده؟ دما خمیر بازی کنن رو بیارین گفتن خود اینو نیستن. ای مایلی. حالا همه چیز تیار شده. با منم به اینا یک کمکی بکنم میونم. چی دی اینا کمک کنم؟ چی دی اینا کمکی بکنم من؟ حالا اینو گوشی تیار کرده نمک زدی یا نه؟ حالا آز میبینی. و فکرم نمک این پس شده. حالا به این نمک میندازم. با فکر من خوب شده. از یاد من فراموش ده من برفتگیم در کار است. حالا برم من بینندگان محترم طور شما دیدید در اینجا یک پیرامیدای بسیار هم زیبا و عجایب رو اکوی امید حمیدوف تیار کردن از رستوران رایسکی اوگالوک و ما حالا حاضر یک جا با صاحبالی یکی از خوراک‌های خوشخور و با لذت تیار کردن مانتو رو ادامه میدیم. ولیکن صاحبالی با فکرم نمیدونم کجای برآمدن. صاحبالی در کجایید؟ صاحبالی من در اینجا گوشت رو تیار کردم. البته مردها در تیار کردن خوراک خیلی هم خوب هستند میگم ولیکن از بس که صاحبالی صنعتکار نمیدونم که نمکی آن رو چه خیلی تیار کرده باشن. صاحبالی در کجایید؟ من کمتر نمک پرسیدم در کجایید بیایید صاحبالی؟ بله کجا رفتید؟ در کجا بودید؟ چرا نمیدید شما؟ و من در نزد اکوی امید حمیدوف بودم که در اونجا من یک پیرامید عجیب رو تیار میکردن. من گوشت رو تیار کردیم همش تیار شد. اکنون چی میکنیم؟ خمیر تیار شد؟ اکنون خمیر پم میکنیم خانم. باز میکنیم. ما بسیار خوب نباشد این چیزها رو ما حاضر میگیریم و در اینجا خمیر رو باز میکنیم. ببینید با طرزی دیگر خیلی این کس تیار کرده ایستادن. خمیرها رو کلچه های برای تیار کردن مانتوها. از کی یاد گرفته این نمود رو؟ نوعی چیزها رو از آشپزان بزرگ از موقع 7 سال از رئیس بیگارو کار کرده ایستادیم در همجی از آشپزان دیدیم که همه خیلی خلای است. همه خیلی پم کردن لازم نیست. چرا وقت میل میگیره. خوب ببینیم کنی این نمودش چگونه است مرحمت؟ این تو میگیریم لنده کده میبریم. من تماشاگران محترم ببینید در اینجا کلچه ها برای مانتو تیار کردن. من اکنون از من 1 سال 2 سال گذشت. در خاندان شما فرزند نو تولد شد یا اینکه نه دخترچه‌تون چند ساله شد؟ بله تر فرزند ما با یک خدا داد در ما. دختر یا پسر؟ دختر قشنگ زیبا. نامش چی؟ نامشون که مخستی. یکمش نامش؟ یکمش مهرانه و مهستی. مهرانه کلانتر او سرود میخونه چند سالش شد؟ 4 ساله شد. یک 10 سرود میداند. از یاد میداند. بله. شما البته میخواهید که فرزندان شما دوام دهنده کاری شما شود یا اینکه نه میخوام. چرا نمیخوام؟ با کسب خود ما.
مثل بهار آمده ایستاده است. درباره زیبایی حیات اگر شما یک دو قطار شعر خوانید از همون رپرتوار خوب. یک سرود هست درباره دخترای قشنگ، درباره خانم نیلوفر. ای عشق منی زیبا نیلوفر من، در خواب ناز شبها نیلوفر من، در بر سر تو تنها خفته ای تو، ترک من نادل ای من گفته ای تو، ای دختر صحرا نیلوفر، آی نیلوفر، آی نیلوفر. شما هم خیلی فهمیدگی میخوان؟ البته ما همیشه گوش میکنیم این سرود و خیلی هم دوست می‌داریم. من صاحب علی ما دیده ایستادم که همش تیار شد. به قبل شما این یورومانتو گفتید، می چی گفتید؟ بله یورومانتو. شما هم زد شدید و کی این تخم شد کی مزه یورو میبینیم. ها بسیار هم من شوقم بالا شده است که ببینم کنید چگونه تماش میشود این مانتوی اروپایی رو. اکنون سر میکنیم گوشت موندن خانم. با این خیلی نمود ها بعد دست گرفته. بود تماشا کنید تماشا بینان عزیز. کمتر گوش میمونیم. امبل شواتم فرقش نیست. کیسه با نیوکرا گوش میمونیم. و اکنون آن را مثل گل تاب میدهیم. بله. این چه میکنیم؟ مانتو با نام مانتوی اروپایی با متد صاحب علی. باید بود یک سوال میخوام در همینجا به شما بدهم. مناسبت شما با سرودهای فولکلوری قدیمی چگونه است؟ بخارا مرکزی قدیمی سرود و سرود ایجاد کنی است. خیلی ما در بخارا شده اگر ندانیم سرودهای خلقی بخارا رو میدونیم کم کم. کو یگان تاش رو سرایت برای تماشا بینا؟ از سرودهای بخارا. دو زلفانت سیاه ماه میکنه گل، مرا مجنون شیدا میکنه گل، نمی ترسی فردای قیامت، نمی ترسی فردای قیامت، این سوزم تماشا میکنه گل، کی می سوزم تماشا میکنه گل، گل من های گل من های گل من، گل من های گل من های گل من، میون دختران منزل من، میون شماهان منزل من. البته هر یک صنعتکار برای آینده نقشه ها میسازد. نقشه ها میسازد که یگان یک نوآوری با ایجادیاتش داخل کند، یگان یک چیزی نو ایجاد کند، در وصف سمرقند می، در وصف ازبکستان می، در وصف وطن می یک سرود سرایت. همین گونه نقشه ها دارید شما؟ ازبکستان، سمرقند، بخارا خیلی دوست می‌دارم. ما حرکت میکنیم بر سمرقند، بر شان سمرقند که سرودها بخونم. حرکت دارم. حرکت کرده ایستاده ها؟ با نزدیکی میخونم با تلویزیون. البته این قبیل صنعتکاران برای آن که من در خانه هم به همسران خود یاری میرسانند، طوری من گفتن وطن عزیز خود ازبکستان، وطن جان جان کشور محبوب را دوست می‌دارند و میگویند که وطن مادر تو بر ما مهربانی، وطن مادر تو بر ما مهربانی، مقدس معتبر بهتر ز جانی. من تماشا بینان عزیز در بدل قریب نزدیک 1 ساعت 45 دقیقه همراه صاحب علی ما حرکت کردیم که یک طعام خوشخوری مانتوی چخلی مانتوی اروپاچه، مانتوی اروپایی رو تیار کرده. با دقت شما حواله سازیم و طعمش رو برای چشیده بها دادن ما البته حاضر میگیریم، همراه با نزدی حکم ها میرویم. حکم ها کی ها هستن شما میبینید. اگر میخواهید هم خیلی مانتوهای زیبا و خوشتم بیاید من به شما تیار کرده میتونم در رئیس که اوگالوک. اکنون میرویم با نزد حکم ها تا اینکه مزه آن را بچشیم. کمتر از کبودی ها همراه کرده ایستادن برای خوشخور شدنش. بیاید میرویم. منم ما میآییم و نزد حکم ها. بینید چی در فضا یک بوی خوش مانتو همه جای رو فرا گرفته است. مرحمت شنید که ببینیم که این طعمش چگونه شده است. خوشخور است.
شور است؟ شور است؟ صاحب علی مگر عاشق شده؟ چرا اینقدر شور؟ намагаш нормальный ки хонум من حالا چشیده دیده ایستادم همه حیرانن چرا شور؟ شما نمک نزده؟ شما هم نمک زدید می؟ شما چی؟ бале شما هم نمک پوشیده؟ من اومدم که صاحب علی نیستن کمتر زنشان نیستن گفتم من هم نمک پوشیده بودم تماشا بینان عزیز که ببینید که اینقدر خوشخور است ولیکن باکی عاشق شد. من حیرانم شما مگرم عاشق شده؟ بار دیگر عاشق هستید شما؟ бале мо ошиқ ҳам хеле ошиқ ҳастем ошиқи самарқанд ошиқи аҳли бухоро حالا من گفتنی هستم که برادر من حقیقتا هم عاشق مخلصا هست، عاشق شهر سمرقند، شهر بخارا. حالا بتون اهل ازبکستان است. آینده ما با مخلصای خود با همین یورت ما ازبکستان سرودای نو تقدیم میکنیم. حالا بشینین با استراحت ببرین گوش کنین. مردم ازبکستان صحت سلامتی میطلبم و کارهای موفقیت همه وقت با هم باشیم. همه در نیتش برسانیم. این از آن دلالت می‌دهد که عشق و محبت این انسان و همین گروه و همه آنهایی که در رستوران رایسکی اوغالوگ مهنت میکنند نسبت میهن وطن عزیز خود خیلی هم بلند است. مهر و محبت خیلی هم زیاد دارند. و در همین جا ما میخوایم باز یک چیز را بگویم که آن پیرامید سه که در اینجا میبینید که محصول دستان آشپز همین رستوران رایسکی اوغالوگ اکوی امید حمیدوف می باشد و ببینید چگونه با یک مهارت از نمود یک چند تایی میوه ها تیار کردن در برنامه آینده همین چیز را چگونه طرز تیار کردنش را ما به دقت شما حواله میکنیم چون که این هم بسیار هم یک جهت های مشکلاتش بوده است. من حاضر کمتر از این بهره مند گشتم ولیکن وقت زیاد نبود که آن را من تا به آخر ببینم. ما همراه شما در برنامه آینده طرز تیار کرده شدن من همین پیرامید را هم میبینیم. مرحمت به دسترخوان ما با منتوی شوری ما همراه ما باشید. دل داری و تا خود صوتی داری و تا نخل صبح کنارشم اون همه گریزاری ها دختران بندری با پیر همون گل سری رد می شدی تا دیدن تا که تا عبد دوستم داری ای یارو بیا دلدارو بیا تو که مستم چشم تو گرفتارو بیا ای یارو بیا دلدارو بیا تو که مستم چشم تو گرفتارو بیا یارم تا بیا دل دارم تا بیا بیا یارم تا بیا آخه دست دارم تا بیا شوشوه مفتومیه این شد تصابی خوابیه آخه گرا تا بندرون از دل ما بی خبرون نامت اسیره میخون نخون گلون گیره هره که بدون